به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شما موافق خواهش بسیار از برادران و خواهران در وسط مادر یک قصه به سمع شما میرسانم. و البته اگر در وقتی گفتن این موعظه اگر به خطا راه دیم، الله سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. در این دور و زمانه بسیارند پسران و مردهایی که به گپ‌های زن در آمده پدر یا مادر خود را از خانه میرانند و در اون خانه پیران سالان برده جای میکنند. یک لحظه فکر نمی کنند که این دنیا دنیای برگردنده. خب قصه که امروز میخواستم برای شما نقل کنم چون این است. یک زنی بود. وقتی که شوهر زن از دنیا گذشت، پسر مادرش را گرفت و به خانه پیران سالان برد. پسر هر لحظه به عادت یعنی خبرگیری مادر میرفت. بعد از چند مدت شخصی از خانه پیران سالان به نزد پسر آمد و گفت مادرت در سکرات موت است. پسر در حال به نزد مادر رفت تا قبل از اینکه از دنیا میگذرد با او خیر خوش کند. وقتی که به نزد مادرش رسید، از مادر پرسید ای مادر، چه خدمتی برایت کنم؟ چه میخواهی؟ مادر گفت جان مادر، میخوام یک شمالدهک بیاری و در این خانه پیران سالان گذاری، زیرا در اینجا شمالدهک نیست، بسیار گرم است، و یکی دیگر یخدان و یکی دیگر طعام پزک، زیرا من در اینجا یک چند وقت بی طعام ماندم. پسر با یک اسلوبی تند و دلخراش خواهش مادر را رد کرد و گفت ای مادر، تو که در سکرات موت هستی و از من این گونه چیزها را طلب میکنی؟ مادر بسیار با غمگین شد و گفت جان مادر، بله، من در اینجا از گرمی و گرسنگی بسیار عذاب کشیدم، ولی میترسم که فردا که فرزندانت تو را به اینجا آوردند تو از گرمی و گرسنگی عذاب نبینی. از این رو این چیزها را از تو طلب کردم. ببین که پدر و مادر چقدر مهربانند و در سخت‌ترین حالت هم در فکر بهبودی فرزندان هستند تا که فرزندان را در عذاب نبینند. دیدی بازم این که پسر مادرش را پرتافت و با او اهمیتی نداد، باز هم مادر دلش شکسته نشد و در فکر بهبودی فرزند هست. برادران و خواهرانی که تا حال در این شهر غریبی قرار دارند و باری هم به پدر و مادر زنگ نزدین، به حرمت الله اون گوشک تلفن را گیرین و همین حالا با او تماس بگیر و صدای مبارکش را شنو و دعای نیکش را بگیر تا که فردا شاید که دیر می شود. الله تعالی همه پدران و مادران را حفظ کند و در قلب فرزندان مهر و محبت پدر و مادر را زیادتر و بیشتر گرداند. واقعا دوستان من بسیار حالتا می شد که حتی یک روز یک مادری زنگ زد، گفت بچه جان، پسر من به سن 35 والله اعلم یا 34 گفتن رسیدگی است و هر وقت میآید مرا دشنام کرده و حقارت های غیر انسانی میزند و حتی حالتی میشود که لطکوب میکند، میگه تو به کاری من کاردار نشو، تو به زندگی من کاردار نشو و غیره و هکذا. دوستان البته شیطان لعین یا که نفس دنیای هر یک فرزند را وسواس میکند تا که یک سخن خطای نسبتی پدر و مادر گوید، لیک در همه حالات پدر و مادر ما و شما را فرزند می‌دارد. در هر خطایی که میکنیم ناخواست باشد که در سر غضب باشد، لیکن پدر و مادر میگد این فرزندم سر جهل است، همش میگذارد، باز میبخشد. خب وقتی که در این شهر مسافری آمدین، سوم دنیا را دیدین، با نفس دنیای نفتین، چون که نفس دنیا مال دنیا همه میگذارد. خیلی که در سطحهای پیشینه گفتیم اگر ما و شما امروز به پدر و مادر وقت جدا نکنیم، فردا وقت ما را از یکدیگر جدا می کند. پس به حرمت خداوند قدر و قیمت یکدیگر را بدانیم و از حال پدر و مادر در دوران زندگی خبر گیریم، چون که مرگ حق است. الله سبحانه و تعالی میگه کل نفس ذائقة الموت، هر یک تن زنده چشنده مرگ است. پس به حرمت خداوند هر یک دقیقه، هر یک لحظه عمر غنیمت بشمار و از حال آنان خبر بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام
دوست برادر شما امید رحمت. و البته ناگفته نماند که اون انسانهایی که یک دو نفر بی سواد و اون خرس و خوک جنگلزاری که در بابت بعض از برادران و حتی در زیر نواری که ما چند وقت گذاشته بودیم هر خیلی سخنهای قبیح میزند. اولا که الله تعالی هدایت کند و اگر که لایق هدایت نباشد خار و ذلیلش گرداند، چون که هیچ یک بنده از نیت این یا آن بنده خبر نیست. از خود گمانهای فساد و از خود یک فتوای بیهوده نبرارین. شما که نمیدانین این چیز یا آن چیز، از خودتان هر خیل کامنتاری های غیر انسانی و غیر شرعی در حق این یا آن برادر نگویین.